جان آقای دکتر شوهرم خیلی بد دهنه، همش فحش میده. تو هم فحش بده. خب بلد نیستم آقای دکتر. خب یاد بگیر. خب خجالت میکشم. چی میکشی؟ خجالت میکشم. طلاق بگیر. ما از اون خانواده‌اش نیستیم. خفه خون بگیر پس زندگی تو بکن. روی ایر هستین بفرمایید. من 3 سال ازدواج کردم. شوهرم خیلی دوست دارم و بهش احترام میذارم. ولی شوهرم مسخره‌ام میکنه، میگه زشتی. دماغ تو عمل کن. قبل از ازدواج عمل کردم. خب وزن تو بیار پایین. لاغرم آقای دکتر 48 کیلو ام. چشات چه رنگیه؟ قهوه‌ای. لنز سبز بده. جان سلام آقای دکتر. من زنگ زدم که از برنامه خیلی خوبتون تشکر کنم. تشکر کن. خب بگو. من ازدواج کردم. خدا رو شکر هیچ مشکلی هم ندارم. شوهرم خیلی ماهره. خب برات کادو میخره. بله. سفر میبره. بله. سر وقت میاد سر وقت میره. بله. قربونت میره. بله. خب پس طلاق بگیر. چرا آقای دکتر؟ بالاخره یه غلطی داریم میکنیم ما مردا که به اینقدر باج میکنیم.